بعضی از ما ممکنه که موقع شروع غذای کمکی برای بچه هامون یه سری اشتباهاتی رو انجام بدیم که بعضی از اون اشتباهات ممکنه که خطرناک باشه. امروز من میخوام 10 تا اشتباه موقعی که ما میخوایم غذای کمکی رو برای بچه ها شروع کنیم ممکنه انجام بدیم و در آخر یک اعتراف مادرانه میخوام بکنم براتون. اشتباهی که خودم برای شروع تغذیه کمکی برای بچه اولم داشتم و میخوام اون رو با شما به اشتراک بذارم که شما دیگه این اشتباهات رو تکرار نکنید. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من دکتر ایمانی هستم، متخصص کودکان و نوزادان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. توی این کانال من براتون در مورد بیماری‌های کودکان و تغذیه صحبت میکنم و تجربیات کاری خودم رو با شما به اشتراک میذارم. ممنون که همراه من هستید. تو این ویدیو قرار شد من براتون در مورد 10 تا اشتباه رایج موقع شروع غذای کمکی صحبت بکنم. اولین و رایج ترین اشتباه در واقع شروع غذای کمکی با آرد برنج هستش. من دیدم خیلی از این مامی بلاگرها یا پیجایی که هیچ اطلاعات علمی درستی در مورد شروع غذای کمکی ندارن توی پیجشون می نویسن هفته اول فرنی، هفته دوم نمیدونم حریره بادام، هفته سوم سوپ. ببینید فرنی آرد برنج به خاطر آرسنیکی که داره برنج برای ما برای شروع غذای کمکی مناسب نیست، به خاطر اینکه آرسنیک به عنوان یه سم از جزء فلزات هستش که برای مغز بچه و برای کل سیستم بدنش دچار اشکال میشه بچه و اگر که ما این رو به صورت مداوم و تکراری و طولانی بخوایم بچه بدیم براش مشکل پیش میاد. نکته دوم این هستش که ما وقتی که غذای کمکی رو بخوایم شروع بکنیم مرتب بیایم دور دهن بچه یا دستاشو با دستمال کاغذی یا با همون قاشقی که داریم بهش میدیم دور دهنش رو بخوایم پاک بکنیم. این هم اشتباهی هست که من خیلی دیدم مادرها انجام میدن. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه ما باید به بچه این حس رو بدیم که اولا غذا یه چیز کثیفی نیستش، هیچ اشکالی نداره یه مقدار غذا روی صورتش یا لپش بمونه یا دور دهنش و این قانون رو شما اجرا بکنید که غذایتون که تموم شد بعدش صورت و دست بچه رو تمیز کنید، چون بچه هرچی که مواجهه لامسه داشته باشه با غذاها ارتباطش هم با غذا بهتر میشه، مخصوصا بچه‌هایی که مشکلات حسی دارن. در مورد اشتباه اول که بهتون گفتم با فرنی شروع نکنیم، من یه ویدیو براتون درست کردم در مورد خرید مواد غذایی برای شروع غذای کمکی. اون ویدیو رو حتما ببینید، اونجا توضیح دادم که غذای کمکی رو با چه مواد غذایی میتونیم شروع بکنیم. مورد سوم اجازه ندادن به کودک و مشارکت نداشتن کودک توی خوردن غذا هستش. درسته که ما ممکنه که با روش پوره بخوایم شروع کنیم، شما شاید دوست نداشته باشین که روش بیبی لید وینینگ رو شروع کنیم، با روش پوره بخوایم با قاشق به کوچولوتون غذا بدین، ولی حتما باید از همون سنین پایین اجازه بدین بچه خودش مشارکت داشته باشه. یعنی یه قاشق بدین دستش، یه قاشق هم دست خودتون باشه، اجازه بدین بچه قاشق بزنه تو غذا ببره سمت دهنش. اوایل ممکنه که اصلا هدفگیری درستی نداشته باشه، درست نبره سمت دهنش، قاشقو چپه کنه بریزه، اینا هیچ اشکالی نداره. اینا همه مهارتایی هستش که برای غذا خوردن لازمه و بچه باید حتما این مهارت‌ها رو با این تمرینات یاد بگیره. اشتباه چهارم دادن بافت‌های یک نواخت غذا به بچه‌ها هستش. همین که براتون گفتم، مثلا شما وقت با فرنی شروع می‌کنید، بعد با حریره بادام، بعد با سوپ، اینا همه بافت‌های یک نواخت داره. مثلا اینکه اگر سوپ رو به صورت میکس شده درست کرده باشین و بدین، بچه به این بافت عادت میکنه و در واقع جویدن رو یاد نمیگیره و نقشه دهانیش رو پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه حفره دهانش با بافت‌های مختلف مواجهه نداره، در معرض بافت‌های مختلف نیست و وقتی که ما غذایی مثل فرنی یا مثلا سوپ صاف شده یا پوره هایی که کامل صاف شده هستش به بچه میدیم، فقط یاد میگیره که اون باشه تو دهنش و بعدم اونو قورت بده. یاد نمیگیره که باید با زبونش اینو تکون بده، اطراف دهانش اینو بچرخونه، بجوه، با لثه هاش اینو خورد کنه و بعد قورت بده. بعد شما 1 سالگی که میخوان غذای سفره رو شروع بکنین، یعنی میگین که من از 6 ماهگی تا الان غذاهای پوره و صاف شده دادم، الان که میخوام غذای کمکی رو شروع کنم برای بچم مرتب عق میزنه و نمیخوره. این یک علتش خاطر این هستش که شما مرتب غذاهای پوره ای رو بهش دادین. مورد سوم به زور دادن غذا و توجه نکردن
به در واقع اشتهای بچه هستش. خیلی از مامانا استرس دارن در مورد حجم غذایی که بچه باید بخوره توی روزهای اول یا ماهای اول. یه نکته خیلی مهمه که شما به جای اینکه توجهتون رو بذارین روی حجم غذا یا بذارین روی ترتیب غذاها، باید توجهتون رو بذارین روی اشتهای بچه و به در واقع اشتهای بچه احترام بذارین. هر موقع گرسنش بود بهش بدین، از اون طرف به زور بهش زیاد ندین. و از طرفی به جای اینکه تمرکزتون رو بذارین روی ترتیب غذاها، تمرکزتون رو بذارین روی بافتای مختلف که میخواین ارائه بدین، یعنی غذاها رو به صورت بافتدار بدین. دیگه شما هر روشی که شروع کرده باشین برای شروع غذای کمکی، چه بیبی لد وینینگ و چه روش سنتی، باید حتما اگر روش سنتی شروع کردین، حتما بین 8 تا 9 ماهگی دیگه غذاهای بافتدار رو بدین. مثلا پوره هویج اگه درست میکنین باید بافت داشته باشه حتما، یا مثلا پوره سیب زمینی درست میکنین باید اون تیکه های سیب زمینی توش باشه. مثلا سوپ درست میکنین اون دونه های برنج به صورت درسته باید توش باشه. مورد بعدی که خیلی دیدم اشتباه انجام میدن، خوابیده غذا دادنه به بچه ها هستش که خیلی اشتباه هستش، خطر خفگی زیادی داره. شما خودتون تصور بکنین که شما رو گذاشتن توی یک جایی خوابوندنتون و بعد دارن با قاشق غذا میریزن توی دهنتون. ببینید چقدر اشتباه هستش. اولین و مهمترین اشتباهش اینه که باعث خفگی میشه. ممکنه که بچه نتونه اون غذا رو کامل قورت بده و بره پشت حلقش و باعث خفگی بشه. اگر تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین و براتون مفید بوده، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید که ویدیوهای بعدیمون زودتر براتون به نمایش در بیاد. مورد هفتم این هستش که شما وقتی که میخواین به بچه غذا بدین، اون رو روی یه صندلی نشوندین که پاهاش زیرپایی نداره، یعنی پاهاش آویزون هستش. تصور بکنید که شما رفتین یه رستوران یا جایی که غذا بخورین، براتون از این صندلی‌های اوپن آوردن که پاهاتون آویزون هستش و هیچ زیرپایی ندارین. شما بعد از 5 دقیقه یا نهایتاً 10 دقیقه دیگه خسته میشین و دوست دارین از اونجا بلند بشین. بچه‌ها هم دقیقاً همینطوریه. بچه‌ها برای غذا خوردن یه نکته خیلی مهمی که نیاز دارن اینه که ثبات میانه بدنشون در واقع رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نشسته باشن، پشتشون زاویه 90 درجه باشه، زانوشون هم زاویه 90 درجه باشه، کف پاشون هم زاویه 90 درجه باشه. به این ترتیب بچه‌ها میتونن روی مهارت‌های انگشتاشون تمرکز بکنن. یعنی به جای اینکه حواسشون به این باشه که نکنه بیفتن یا اینور اونور بشن، حواسشون تمرکزشون دیگه میره روی انگشتاشون و اینکه غذا رو چطوری بردارن و بخورن. پس حتما وقتی که میخواین به بچه غذا بدین، اگر صندلی غذا دارین که حتما باید زیرپایی داشته باشه صندلی، ولی اگر میخواین روی تو بغل خودتون یا روی صندلی دیگه بنشونین بچه رو، باید حتما زیر پاش چیزی بذارین که پاش آویزون نباشه. مورد هشتم دادن غذاهایی هستش که باعث خفگی میشه. باز من خیلی دیدم متاسفانه مادرایی که میان مثلا سیب رو تیکه میکنن میدن به بچه، یا سیب رو برش میزنن میدن به دست بچه. لثه های بچه خیلی قوی هستش، قشنگ سیب رو میتونه بکنه با لثه هاش و این باعث خفگی میشه. حالا غیر از سیب چیزای دیگه هم هست، مثلا خیار هست یا میوه هایی که به صورت گرد و درسته هست، مثل انگور یا انواع توتا. اینا رو اگه ما درسته بدیم باعث خفگی میشه تو بچه ها. در واقع نای بچه ها به اندازه انگشت کوچیک خودشون هستش و اگر شما غذایی به این قطر به بچه بدین، غذای تیکه‌ای و درسته، این ممکنه باعث خفگی بشه. پس شما غذایی که به روش بیبی لد وینینگ چه روش سنتی میخوایم بدین، باید بین 2 تا انگشت له بشه، یعنی نرم باشه، بین 2 تا انگشت له بشه و اندازه هاشم تو ویدیوهای بعدی براتون میگم که به چه صورتی باید باشه. مورد نهم این هستش که شما وقتی میایین غذای کمکی رو شروع میکنین، تصور میکنین که دیگه این غذا خیلی مهمه، کالریش خیلی زیاده و باید مرتب به بچه غذا بدین و فکر میکنین که غذا مهمتر از شیر هستش، در صورتی که این اشتباه هست. یعنی شما اگر بعد از 6 ماهگی بیاین به بچه بیشتر شیر بدین، بیشتر غذا بدین و شیر رو کمتر بکنین، این باعث میشه که وزنگیری بچه خوب نباشه و منحنی رشدش افت پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما هر چقدر که غذاهای مقوی درست بکنین، برای زیر 1 سال
غذای اصلی بچه شیر هستش نه غذا. یعنی شما کالری بیشتری که بچه نیاز داره باید از طریق شیر باشه نه غذا. پس این اشتباهی هستش که خیلی از مامانا انجام میدن، با شروع غذای کمکی حجم زیادی غذا میدن و شیر رو کم میکنن و رشد بچه دچار اختلال میشه. مورد دهم این هستش که بچه دندون نداره، شما غذای کمکی رو شروع کردین و همینطور غذاهای صاف شده و یک نواخت بهش میدین به تصور اینکه چون بچه دندون نداره نمیتونه چیزی رو گاز بزنه و نمیتونه بجوه. ببینید ما برای جویدن با اون دندونای عقبیمون که ما میجوییم اینا معمولا بالای 1 سال در میاد. یعنی ما نمیتونیم تا 1 سالگی صبر کنیم و بعد به بچه غذاهایی که نیاز به جویدن داره بدیم. پس این اشتباه هستش که شما فکر کنید بچه ها برای جویدن نیاز به دندون دارن. ما برای گاز زدن از دندونای جلومون استفاده میکنیم که توی 6 ماهگی در میاد، ولی برای جویدن از لثه ها استفاده میکنه بچه. یعنی با همون لثه هایی که داره خیلی هم قوی هستش میتونه تیکه های نرم غذا رو قشنگ بجوه و تمرین جویدن هم داشته باشه. یه نکته مهم دیگه این که وقتی که شما غذاهای اینجوری بافتار رو به بچه میدین خود لثه ها رو تحریک میکنه و باعث میشه که دندون زودتر در بیاد. و مورد دهم و آخر این هستش که شما مقدار زیادی غذا به بچه میدین. اینجا باید همون اعتراف مادرانه رو براتون بگم که من وقتی غذای کمکی رو برای بچه اولم خواستم شروع کنم، طبق چیزایی که از اطرافیان شنیده بودم یا مطالعه هایی که کرده بودم اون موقع، اومدم با حریره بادام شروع کردم غذای کمکی رو و حجم خیلی زیادی بهش دادم توی سری اول، چون خیلی دوست داشت دهنشو باز میکرد. منم فکر میکردم چون خیلی دوست داره باید بهش بدم. اندازه نصف یه فنجون بهش حریره بادام دادم که متاسفانه گریه های خیلی شدیدی داشت، دل درد شده بود. ما اون شب هم مهمونی دعوت بودیم، خود یکی از همکارای همسرم دعوت بودیم. متاسفانه اینقدر این بچه گریه میکرد و دل درد شده بود که همه میگفتن تو خودت که الان داری تخصص اطفال میخونی چرا این بچه اینقدر گریه میکنه. و من تو کتاب و تو مقاله ها رفتم نگاه کردم، دیدم که واقعا دادن بادام به بچه مخصوصا توی سن 4 تا 6 ماهگی باعث میشه که یه سری اون پلاکای پیر که حالا توی روده هسته غدد لنفاوی هستش اونا بزرگ میشه و باعث میشه که بچه یه علائمی شبیه پیچ‌خوردگی روده پیدا کنه که خیلی خطرناک هستش. البته پیچ‌خوردگی واقعی نیستش، فقط علائمشو داره نشون میده بچه دل درد شدید میشه و ما باید دقت بکنیم که اولا حجم غذای زیاد یه دفعه‌ای به بچه ندیم. خیلی دیدم مامانا میگن این خیلی دوست داره غذا رو، ما هرچی میخوریم دهنشو باز میکنه دوست داره بخوره. یا اینکه مثلا 2 قاشق 3 قاشق که بهش میدیم این خیلی بازم دهنشو باز میکنه میاد سمت غذا، دوست داره که بیشتر بهش بدیم. این نباید شما رو گول بزنه. منم گول خوردم و مقدار زیادی غذا به بچه دادم. خب این مشکل براش پیش اومد. خوشبختانه تا فرداش دیگه خوب شد مشکلش و این تجربه من بود که برای شما گفتم اینکه غذا رو به مقدار زیاد به بچه ها ندین. همونطور که گفتم زیر 1 سال غذای اصلی بچه شیر هستش. برای من توی کامنت ها بنویسین که شما کدوم یکی از این 10 تا اشتباه رو انجام دادین و بیاین با هم دیگه جهت اطلاع رسانی بقیه کمک بکنید ویدیو رو برای بقیه هم بفرستین. ممنون از توجهتون.